شرکت دولتی توجیگیر در نزد کارخانه من خیلی که پیشتر گفتم و تکرار میکنم از 1 январи سال 2015 تا اینجا در مدت 6 ماه یگان سامانی پرداخت کردگی نیست. حالا که هر یک مسافری که با شرکت های هواپیمایی توجیگ ایر شهروندانی که سفر میکنند باید سوارتر شوند از روی قرار حکومت رقم 25 لیکن در اصل اجرا نمی شود. بنابراین شهروندان مسافران که سفر میکنند بدانند که امروز در عمل با گناه شرکت تاجیک ایر آنها سوارتر شدگی نیستند. باید از روی طلبات های جهانی هم استاندارد های جهانی هم باید که هر یک مسافر باید سوارتر شوند. یعنی که مبلغ پرداخت نمیکنند، شرطنامه سالانه را نمیبندند و علاوه بر آن از 1 январи سال 2015 سر کرده تا اینجا در مدت 6 ماه عموما برای اکت مقایسوی نمودن دو کارخانه حتی اجازت هم نمیدهند. برای همین باید این مسئله ما به حکومت جمهوری هم نوشتیم، مراجعت کردیم و اداره داخل‌دار هم مراجعت کردیم و جانب سعودی شهر شهریار و سود اقتصادی هم مراجعت کردیم باید این مسئله نسبتی توجیه. برای همین هم این در مورد بررسی است. شما معلومات دارید باید این مسئله قرار حکومت هم بود باید سالمگردانی وضع مولوی توجیه مبلغی الان در حجم 25 میلیون سومانی از جانب حکومت قرضی توجیه در نزد توجیه سلطه از اعتبار ساخت کرده شد. این هم به وضع مولوی کارخانه تاثیر منفی رساند و من ممکن که امیدوارم که در آینده این مسئله دیگر رخ نمیدهد و این به وضع بودجه جمهوری هم تاثیر منفی رساند. و امروز بنابراین وزارت داخل‌دار باید که به حکومت جمهوری اسلامی شنبه مشخص میکردن و برای سالمگردانی وضع مولوی یک کارخانه شرایطی دیگر بر همخوری کارخانه را باید که پیش روش میگیرد. وضع مولوی یک کارخانه بهبود میشد، خوب میشد و وضع مولوی دیگر کارخانه بد میشد. همین هم باید که به نظر بگیرد.